کسایی که درگیر بیماری‌های خودایمنی مثل روماتوئیدها و انواع اقسام بیماری‌های خودایمنی هستن و مجبور به مصرف در واقع قرص‌های کورتون مثل قرص پردیزالون هستن، حتما چند نکته تغذیه‌ای رو جدی بگیرن. یکی این که بچه‌ها تا جایی که میتونید نمک غذاتون رو کاهش بدید، چون باعث ورم توی بدن میشه. دومین نکته‌ای که خیلی مهمه کاهش میزان قند مواد غذاییتون هستش. چرا؟ به خاطر اینکه قند باعث چاقی میشه و مشکلاتی مثل دیابت رو ممکنه ایجاد بکنه. سومین نکته این که این عزیزان در معرض پوکی استخوان هستن و به خاطر همین موضوع باید حتما کلسیم و ویتامین دی رو مصرف بکنن. و نکته‌ای که خیلی مهمه، اگر که میخواید در واقع کمتر درگیر ورم در قسمت‌های مختلف بدن بشید، باید مصرف غذاهای حاوی پتاسیمتون رو بالا ببرید. مثل چی؟ مثل موز، مثل در واقع لوبیا سفید و هر غذایی که حاوی در واقع پتاسیم هستش. چون شما از اون طرف اگر سدیم مصرف بکنید مثل نمک باعث ورم میشه، از این طرف پتاسیم مصرف بکنید باعث کاهش ورم میشید. این نکات رو حتما جدی بگیرید. قرص کلسیم دی رو هم خیلی پیشنهاد میکنن دکترها و حتما این قرص رو زیر نظر پزشکتون مصرف بکنید. خدا نگهدار.